کیمیا روانگر که هممون اونو به اسم میا میشناسیم، متولد 15 آبان 1371. میا بلیز علاقه زیادی به هنر داره و توی کنکور سراسری هنر توی سال 1390 رتبه 2 رو آورده. اون کار خودش رو توی یوتیوب با گذاشتن گیم‌های مورد علاقه خودش شروع کرد. میا بعد از رسیدن به درآمدزایی سبک ویدیوهای خودش رو درست کرد که معمولاً ریاکت و ولاگ بیشتر اونها رو تشکیل میداد. در سالهای اول خود میا تو ویدیوها حضور داشت و کوروش یا فقط صداش بود یا کلا نبود. کوروش به خاطر این تو ویدیوها نمی اومد چون خیال میکرد که ویورها از دیدن اون خوشحال نمیشن، ولی اینطور نبود. کوروش هم رفته رفته کم کم طرفدارای زیادی پیدا کرد. از وقتی کوروش وارد ویدیوهای میا شد، جو ویدیوها خیلی فان‌تر شد. میا و کوروش حدود 7 ساله که تو رابطه هستن و اونا قبل از مهاجرت یه نامزدی کوچیک تو ایران گرفتن. داستان آشنایی میا و کوروش از اونجا شروع شد که خشایار که برادر میا بوده دوست کوروش هم بوده و اونا خیلی اتفاقی همو توی یک استودیو میبینن و از اونجا آشناییشون شروع میشه. در حال حاضر میا و کوروش 8 سالی که با کانادا مهاجرت کردن. ویدیوهای اونا ویو خوبی میخوره و اکثرا بین 400 تا 500 کی ویو میخوره.